سیروس قایقران از اون بازیکنای خاطر انگیز ایرانه که تکرار اسمش یادآور لحظات شیرین فوتباله. سیروس متولد شهر بندر انزلی بود و توی 37 سالی که زندگی کرد به سرعت توی دل مردم ایران جا باز کرد. متولد سال 1340 بود و توی 16 سالگی با تیم ملوان خودشو توی فوتبال ایران به خوبی نشون داد. اینقدر خوب بود که تونست این تیمو توی همون سالها به قهرمانی استانی برسونه. در 5 سال اول بازیش توی تیم ملوان حسابی درخشید و از همین تیم هم به تیم ملی جوانان و بزرگسالان راه پیدا کرد. 4 سال واسه تیم ملی بازی کرده بود و 27 سال داشت که با تیزبینی پرویز دهداری به عنوان کاپیتان تیم ملی انتخاب شد. همون سال با کاپیتانی سیروس قایقران ایران توی جام ملت‌ها مقام سومی رو به دست آورد و 2 سال بعدش توی بازی‌های آسیایی پکن با گل‌های سیروس ایران بعد از 20 سال قهرمان شد. بعد از ملوان انزلی به استقلال انزلی رفت و بعد از اون هم لژیونر شد. 1 سال برای تیم القرافه قطر بازی کرد و بعدش باز برگشت به تیمی که از اون فوتبالو شروع کرده بود، یعنی تیم محبوب ملوان بندر انزلی. توی اون دوران اونقدر خوب بود که ملوان قهرمان لیگ ایران کرد و حتی با ملوان به جام باشگاه‌های آسیا رفت. قهرمانی جام حذفی ایران با ملوان هم افتخار دیگه‌ای بود که سیروس قایقران با تیم دوست داشتنی ملوان به دست آورد. اونقدر توی تیم ملوان درخشیده بود که هنوز بعد از این همه سال اسم سیروس قایقران